مشاهده میکنم. جون 12 خب همش رو میخوام ببینم. عادی آه به نظرت کی نفر اول میشه؟ یه دو سه تا پیسی پلیر بود ها. خدا داده داخل کاستومه. مهدی ها میبینی مهران کابوس جانم. ببین روی این مهدی رو من خود دیگه هم هستش حالا نمیدونم. روی این مهدی خب یه دونه دانجن همین الان بنداز چون رفته آخر مپ بنداز. اشکال نداره ولی تو بذار کم برید. نه باید کاستوم هیجان انگیز باشه. خب بزن. خب همه اکنون 2 نفر حذف شدن. همه اکنون 2 نفر حذف شدن. 2 نفر؟ خب میریم از پایین نگاه میکنیم دونه دونه ببینیم کجا هست. آها ببینید یه بار دادن مارکو رفت همین الان. حذف شد. آقای مارکو دوباره چی اسمش یه بار ریمش رو استفاده کرد. خب آنچه من جزی موریدیم وایسا به نظر من این چیزه میبره. سب کن ریسک اسس به نظرم میبره. عامر شاهوژی عامر شاهوژی یاسین قاتل شایان یالله. داداش مگه چیزی گزارشگر عربی؟ آقا اسمشو خیلی بگو یاسین قاتل. آقای یاسین قاتل. بله یاسین قاتل. اول شروع میکنم. بذار از اول شروع. کرکو. خب ببین وایسا دونه دونه بگو منم سویچ کنم رو اسمشون. کرکو. اول کاتانا. از اول شروع میکنم. کاتانا. آقای آره دونه دونه آروم بگو برو. اون کسی که من رو شرط بستن مرد. بچه نفر چهارم اونی که 2 تا تیک و یه دونه وی داره قلب. خب آقای وی. آره نفر چهارم این یه ذره خطگیره میدونی بازیشو من باش بازی کردم قبلا. خطگیره. آقا علی این روی یه دونه دانجن بنداز و آجی همه کمپر همه به خدا همه رفتن قایم شدن که فقط آقا باید 4 رو مشاهده میکنیم. پشمو یارو دراز کشیده تو جایی. جمون 12 داره لوت میکنه. جمون 12 بریم جمون 12 ببینیم داره چیکار میکنه. جمون 12 رفت شاپ خریداری کنم. حالا میریم سراغ ستایش خانم. ستایش رو میبینیم که بسیار کم اون کرده. تو بگو کدومشون کمپ نکردن. این الان فایت داشت. این فایتر داشت فایت میداد. بیا بریم ببینیم. اچھا یه فایت. بذار ما دونه دونه سویچ کنیم ببینیم کی داره فایت میکنه. وایت داره فایت کنه. یوسف گرگ داره با جیپ میره دنبال همون وای فایت داشت الان ولی این کمپ کرد اونجا. ناروتو قیافه گرفته. ناروتو قیافه گرفته. الان یکی هدشو بزنه چه حالی میده. آقای بی اسم پشت درخت. آقای بی اسم بمبویه. خب نه ساقی میزنتش. کینگ ساقی کینگو زد پرپر کرد. خب بریم از کینگ بفهم. جی آر چیته. جی دیار گل به به گل به به. نه اینا واقعا گفت چیته.
مت در حال فایته. مت تحت فشاره. مت با جی تی آر داره میجنگه. مت تحت فشاره. مت حالا تو جی. آها مت مرد. نه مت من آره جی تی آر متو زد. هدش هم داره جی تی آر 2 تا کیل داره. بچه ها اونایی که کیل دارن رو بریم نگاه کنیم. یه سر اونا کمپری نمی کنن. مثل آدمی دست پلی میدن. آقای امیر شماره 24 رو نگاه کنیم. آقای میگه کامپ سگ. این جدی گرفت تو ببریم نه امیر اصلا اشتباه کرد رفت تو. یه دفعه تو لحظه آخر پرید. قرار بود ویو بشینه. خب آنیا رو مشاهده خب بچه ها امیر فایت داره. برید امیر رو نگاه کنید. یارو از یه حسی بهم میگه یارو الان میزنه خفهش میکنه. بگی با کی فایت داره یارو چقدر چیزی هم یارو. یارو نمیبینتش یارو ندیدتش. اوه چه فایت سنگی. امیر مرد. چه فایت سنگی. تأخیرآمیز مرد امیر. ایران یاسین میخواد بره فایت بده. ایران یاسین شماره چنده ایران یاسین؟ ایران یاسین ایران یاسین 25. 25 آره آنیا دیرش انمیه. آنیا میخواد ببینه موقعیت سنجی کنه. انمی داره؟ آره کول نه. آره دیگه یارو سهره راه کن چیزی. آرمین در حال فایت با فکر کنم ایران یاسینه. نه با کدومتونه؟ آرمین 3 تا کیل داره و آرمین فرار میکنه. کی داره با این آنیا فایت میده؟ فرارشو برم فقط فرار میکنه. بازم داره فایت میده. فعلا چون 12 داخل آرسنال میخوام بدونم اینجی سودیش کجیست؟ 12 رو مشاهده میکنیم که جلوش انمیه. اونم یک واو 3 تا انمی جلوی جمون 12. وای چه 50 نفر جلو کرد. فعلا بیشترین کیلو چیز داشته. مارکو داشته. آره 4 تا کیل داشته مارکو. آقای مارکو آقای آرمین در حال زدن انمی دمیجش جمون آنیا رو پرت کرد. نفرش کرد؟ خوش میشم چه برنامه‌ریزی بود. آجون مهدیه رو برید نگاه کنید. آقا مهدی نفر سوم. مهدی رو پرتش کردن اونور. مهدی تحت فشاره. مهدی سوپرمارکت میزنه. سوپرمارکت نفر سوم میگید؟ آره مهدی نفر سوم. نه نفر دارم 17 آها اینه که مهدی. زد. اما من اومدم فقط یه هدشو دیدم. آقای شایان میبینیم که کمپ کرده. آقای شایان رو بلش کن. آقای M9 مهدی بالاخره یکی رو دیدیم که واقعا داره فایت میده. آقای مارکو با آقای روبرو همدیگه بودن ولی همدیگه رو به یهاشون حساب نکردن. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ خانم آنیا
هنوز هم خرگیری ای بزنی مهدی فایت داد با مهدی زد جیرو هر کی دست بزنم مادی گزارشگر شخصی دارم جون هنوز داخل همون آرسنال آقای مهدی شماره 3 واسط ایتاچی میره به مهدی مرد. مهدی رو زدن؟ مهدی رو زدن. کی زد مهدی رو؟ مهدی شماره 3 تا خب بچه ها 10 نفر آخرن. به نظرتون کی؟ به نظر من چای این یارو مارکو رو میزنه. گرده میخواد بزن آره به نظر من مارکو میزنه. شایان آیا میزنه امنای نو یا نه شایان پشت امنای نه وای زده شایان. همه رو بستن. حالا میریم سراغ مهدی شماره 17 مهدی مارکو و آنیا رو میخوام فایت بدم. آنیا چرا من دو تایلی پیدا کردیم مارکو میزنه. به نظر من مارکو میزنه. با آقای مهدی این ور مپ هم آنیا و مارکو با هم درگیرن. مهدی میره بالا عادی بیا گزارشگری این دوتا رو بکن. این دوتا باحاله. گزارشگری متا میکنه به نظرم این مرداوشی مرد خب لئون در حال فایت شماره 2 لئون در حال فایت لئون داره یخ میکنه 5 نفر آخر مونده. لئون فقط یخ میکنه خب کاتانا میخواد لئون پشیمون میشه آقای مهدی رو ببینیم آقا مهدی 5 نفر موندن. 5 نفر. مارکو آنیا اوه کاتانا آنیا رو زد. آقای کاتانا رو میشنی کاتانا زد پرپر کرد. کاتانا زد. کاتانا میزنه چرا مبلغه نزد بچه ها 4 نفر موندن. کاتانا، لئون، مارکو و مهدی و مارکو. مارکو چه کمپی زده. مارکو کمپه. مهدی و لئون. میزنه لئون باید یخ میذاره لئون تیر نمیزنه لئون میزنه کلی تیر زد داره هیچ نخو کنن یه تیرش بهش خورد. میریم ویوی مهدی در حال فایت زدش. 3 نفری که موندن مهدی، مارکو و کاتانا. چی شده؟ چی شده؟ نه چی شده؟ به نظر من یا مارکو میزنه یا کاتانا. آها آقای کاتانا میره سمت مهدی ببینیم مهدی چیکار مهدی میره اونور مهدی میزنه زده میگه چون خب الان برنده بویا پس مشخص میشه. حالا سراغ مارکو میخواد بزنه مارکو سوچ میکنه رو کاتانا اصلا به یه برشان وایسا ببینیم برنده بویا کی میشه. کاتانا فرم وایساده و مشاهده میکنه. خب حالا دانجن بذار اینجا یه دونه دانجن بذار اینجا نه دانجن رو بیشتر نه بذار کار ببینم. زشتی. الان ستاشون هم زمان میافتن. قطع آقای لئونا گرفته لئون مرده راست مهدی اشتباه گفتم زوم رو میشه دمش میده. آقای مارکو
مارکو آقای مارکو دو طرفه در مورد تعارف فایت اینجا چقدر طولانی شد. میزنن برنده یه برنامه به یک نده یا بویا پس آقای مارکو نه هنوز نه مشخص نشده. نه چرا الان زوم برسه بخوره بهش تموم. مارکو زدن خب برنده بویاپست مارکو. حالا میریم برنده 520 تا جم و 1060 تا جم بین کاتانا و مهدی. کاتانا میزنه احتمال. کاتانا با 3 تا کیل مهدی 8 تا کیل داره. نه میزنه کاتانا میزنه. الان نگاه کن. چه پایت بعدی کاتانا پیش پر شده. آیا مهدی رو میزنه یا نه؟ کاتانا مهدی با 8 تا کیل، کاتانا کاتانا با 3 تا کیل. کاتانا دمنگش کرد. وای چه فایت سهمگینی. زوجی نشم حالا زوم داره میاد. فایت سهمگینی. خب مهدی نیت میندازه. مهدی فریز میندازه. فریزش اصلا کاتانا نداره. کاتانا یخاشو برای الان آماده کرده. اما بفهمید مهدی کار میکنه. و مهدی نفر اول، کاتانا نفر دوم. خسته نباشید بچه ها. تمام. نفر اول 1060 تا جم، نفر دوم 520 تا جم، نفر سوم بویا. داداش مبارکت باشه.